جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. بعض بلاگران شما را به گناه دعوت می نمایند. قسم دوم. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مخلصان عزیزم، خواستم به سمع شما این را برسانم که بعضی از بلاگران شما را به گناه دعوت می نمایند. این گناه بازی های بردناک یعنی لتریه می باشد که این قمار است و قمار در اسلام مانند گوشت خوک، شراب، فالبینی و پرستش بت‌ها حرام می باشد، چنانه که خداوند می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت‌ها و گروبندی با تیرها پلیدی و کار شیطان است، از آن حذر کنید تا رستگار شوید. ای برادر ایمانیم، قمار را خداوند مثل گوشت خوک، شراب، فالبینی و بت پرستی حرام کرده است. آیا گوشت خوک و شراب را خوردن می توانی؟ البته نمی توانی. پس چرا این قماری که مثل گوشت خوک و شراب حرام است به آن دست می زنی؟ ای مردم، از دینتان آگاه شوید، توبه کرده به سوی خدا بازگردید. خداوند بخشنده و مهربان است، وگرنه عذاب سختی را منتظر شوید. ای برادر و خواهر ایمانیم، این مردم ما را چی بلا زده است؟ آیا نمی‌دانند که قمار حرام است؟ باز دعا کرده میگویند که همه مثل این برادر قمار بازی کرده صاحب ماشین شوند. این چه بلایی است امروز به سر ما آمده است؟ ای مردم، بدانید که ایمان شما گرانتر از مال این دنیاست، از همه این ماشین ها، از همه این تحفه هایی که در این قمارها گذاشته‌اند، از همه اینها گرانتر است. ایمان خود را با پول این دنیا عوض نکنید. و در آخر برای تشکیل کنندگان چنین بازی حرام گفتنی هم که بدانید چقدر آدمی که در این بازی ها اشتراک کرد گناهش به شما می رسد، چون شما اساسگزار این کار گناه بودید. چنانه که از مضمون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است: کسی که سببگار کاری خیر شود و بعد از آن دیگر انسان ها انجام بدهند، ثوابش به آدمی تشکیل کننده می رسد. و این چنین کسی که یک کار گناه را آغاز می کند و بعد از آن دیگران این کار را انجام می دهند، گناه همه آنهایی که انجام می دهند آمده به این شخصی تشکیل کننده می رسد. پس ای برادران، شما مسلمان هستید، از خداوند بترسید، به سوی خدا باز بگردید. خداوند توبه پذیر است. خداوند توبه های شما را می پذیرد. خداوند بخشیدن را دوست می دارد. بدانید که ایمان شما گرانتر است از این دنیا و آنچه که در این دنیا است. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.